په غزه کې چې د غاصبو اسرائیلو له لوري کوم ظلم وحشت او قتل عام روان دي دا د نړۍ په تاریخ کې کمساري دي. موږ دا ظلم او وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غندو، په ټولو اسلامي هیوادونو او مسلمانانو غږ کوو چې د دې ظلم او وحشت پر وړاندې په قوت خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ګڼي. د فلسطینیانو د ازادۍ د برحق داعیې ملاتړ کوي او په اوسني ستر غم او درد کې د غزې له مسلمانانو سره خپل ځان شریک ګڼي. د غاصبو اسرائیلو هغو ملاتړو ته چې د بشر د حقوقو تش په نامه شعارونه یې ورکول په ډاګه کوو چې ستاسو اوسنی سیاست د غزې د مسلمانانو په حق کې له دوه مخیتوب او ظلم څخه ډک دی. تاسو باید له دې ناوړه سیاستونو څخه لاس واخلئ او له بشریت سره دا کلکه دښمني پرېږدئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تأکید میکنم اکنون دفاع مشروع و اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است. بنابراین باید رژیم تروریستی اسرائیل وادار گردد از تکرار هر گونه ماجراجویی نظامی علیه منافع ایران دست بردارد. مسلماً در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه‌ای تردید نخواهد کرد. این تصمیمی تغییر ناپذیر است. می‌خواهم از نیویورک و با صدای بلند روشن سازم. ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه در تثبیت صلح و امنیت پایدار و از جمله مبارزه با تروریسم بوده است. ما در تحقق حداکثری امنیت ملی و منافع کشورمان و همچنین امنیت دست جمعی منطقه حساس غرب آسیا با هیچ طرفی تعارف نداریم. شورای امنیت باید رژیم سرکش و یاغی اسرائیل را مهار و ریشه جنگ و نسل‌کشی در غزه را فوراً پایان دهد. برادر عزیز حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزرای محترم، دانشمندان و پرهیختگان، حضار گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه دهید در قدم نخست از این ابتکار مسئولانه با وقت و بجای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار سپاس و امتنان نماییم که فرصت را در اختیار ما گذاشت تا پیرامون مهمترین و دردناکترین مسئله منطقوی اسلامی و انسانی بحث‌هایی داشته باشیم. همکاران عزیز، ما و شما زمانی گرد هم آمدیم که هر لحظه احتمالاً همین لحظه هم که من سخنرانی دارم جوان فلسطینی ساکن در غزه مظلومانه به شهادت می رسد. مادری داغدار می گردد و کودکانی بی پدر و مادر می شوند و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می زنند نظاره‌گر این قتل عام وحشانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض‌ها به سر می‌بریم. در جهانی که کشورهایی به بهانه نقض جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی‌وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار
نمیگیرد. در وجود دهها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی در جریان 78 روز نزدیک به 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانمها و کودکان تشکیل می‌دهند نسل کشی گردیدند. اما همین کنوانسیون ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. سروران عزیز، با این وضعیت آیا نظم حکیم جهانی کنونی که اساس آن بعد از جنگ جهانی دوم گذاشته شد به این همه تناقضات پاسخگوی نیازهای انسانی قرن 21 است؟ آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنم که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمیتوان به این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم. در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد. نظمی که به جهان صلح، عدالت و ثبات به ارمغان بیاورد. چه بخواهیم یا نخواهیم، بگوییم یا نگوییم، وجدان انسان امروزی را نمیتوان با این همه تناقضات خوابیده نگاه داشت. پس از نسل کشی فلسطینی ها در غزه و آزاد گذاشتن دست رژیم صهیونیستی، این تناقض بزرگ دیگر به حد کافی روشن گردیده است و با این وضعیت شکلگیری تغییر در نظم جهانی حتمی است. خیلی مسخره است وقتی دیده می شود کشور من افغانستان پس از بیشتر از 14 تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی‌دارد با بکارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می‌گیرد. انسان افغان چگونه می‌تواند به این معیار دوگانه همسو باشد؟ امارت اسلامی افغانستان به حیث نظامی که از متن مردم خویش برخواسته و با نصرت الهی و پایداری و ایستادگی مردم مجاهد و قهرمان افغانستان توانست اشغال 20 ساله امریکا و ناتو را در افغانستان و پایان برساند. امروز درد و رنج مسلمان فلسطینی را با دل و جان حس می کند. ما که سالها است قربانی تناقضات حکیم بین المللی هستیم، بیشتر از هر ملت دیگر در درد و رنج ملت مسلمان فلسطینی خود را شریک می دانیم. مسئله فلسطین تنها به مردم فلسطین خلاصه نمی شود، بلکه قضیه عربی، اسلامی و در نهایت انسانی است. هیچ انسان آزاده و باورمند به عدالت و ارزش‌های انسانی نمی‌تواند مظالم رژیم صهیونیستی بر فلسطین را با بی‌تفاوتی نظاره‌گر باشد. جلالت مآبان، امارت اسلامی افغانستان و حیث جزئی از امت اسلامی مظالم جاری رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی را همواره محکوم کرده است و مبارزه ملت فلسطین را بر اساس نصوص شرعی و حقوق بین الدول یک امن مشروع و قانونی می‌دانند. امارت اسلامی افغانستان به مثابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است.